من خودمم اینو خیلی دیر فهمیدم، اما تو بدون. وقتی شروع به تغییر باورهات میکنی، فرکانس تو شروع به تغییر میکنه. در فرکانس جدید خیلی از آدم‌ها نمیتونن با تو همراه باشن و رفته رفته از زندگیت حذف میشن. از اون طرف یک سری از آدم‌ها که با فرکانس جدیدت همراستا هستن وارد زندگیت میشن. میخواستم بگم که اگه در حال تغییر باورهات هستی و یک سری از آدم‌ها میان و میرن، نگران نباش و با قدرت به کارت ادامه بده و شکرگزار خدا باش، چون کارتو درست انجام دادی. یا حق.